گفتند خدا زمین رو مثل خونه آفرید که سقفش با آسمون درست شده و ستاره ها قفل های اون هستند تا اجازه ندن بدی ها وارد زمین بشن. وقتی فکر کنیم میبینیم که از اول ستاره ها همدم آسمون بودن، اما انگار آسمون همدم دیگه ای رو انتخاب کرده بود. زمین هم عاشق آسمون بود، اما طولی نکشید که این عشق دو طرفه تموم شد و زمین عاشق مولود خودش انسان شد. این عشق یک طرفه کم کم زمین رو ضعیف کرد، چون اون رو وادار میکرد تا شبیه چیزی غیر از خودش بشه. شاید زمین هیچ وقت فکر نمیکرد چیزی که اون رو هر لحظه به مرگ نزدیکتر کنه عشق باشه. نمیدونم، اگه اینو میدونست باز هم انسان رو برای دوست داشتن انتخاب میکرد. من حامد میرزا خلیلم. از کودکی عاشق چیزای بی انتها بودم. در اون دوره هواشناسی رو فقط میشناختم. وقتی بزرگتر شدم نزدیک 12-13 سالگی با نجوم آشنا شدم و رفته رفته کلاس‌های نجوم رو به لطف پدرم پیدا کردم و شرکت کردم و با آسمون آشنا شدم. با زیر و بم آسمون، شگفتی‌های آسمون، تولد و مرگ ستاره ها و چیزهای عجیب غریبی که شاید فکرشو نکنید. اون موقع‌ها خاطرات خیلی عجیبی، خیلی به یاد موندنی ما تو شهر تهران زیر آسمون پر ستاره داشتیم. وقتی کودک بودم، وقتی بچه بودم، تو بهار خواب‌ها می‌خوابیدیم، گاهی تو پشت بوم‌ها، و وقتی که خوابم نمی‌برد شروع می‌کردم به شمردن ستاره‌ها. صبح متوجه می‌شدم که وسط این شمارش از خواب پا شدم. برای دیدن ستاره‌ها و کهکشان معمولاً به کویرها میایم. البته کوهستان‌ها هم آسمون‌های خوبی داره. وقتی ما میایم همچین فضاهایی برای رصد، تلسکوپ‌هامون رو علم می‌کنیم، شروع می‌کنیم به کنکاش تو آسمون. من بعد از این که بچه‌ها حالا اجرام سماوی رو می‌بینیم و اون چیزایی که هر دفعه تو این 20 خورده ای سال هر بار می‌بینیم، کارمون که تموم میشه، من خیلی دوست دارم و چندین بار این کارو کردم که میام یک گوشه میشینم تک و تنها و خیره میشم به این آسمون و غرق میشم و سفر میکنم لای این ستاره ها. من اسمشو میذارم بزرگترین ساختار عالم. شما بزرگتر از کهکشان راه شیری برای انسان سراغ ندارید. بزرگترین ساختاری که میتونه جلوش واسه تماشاش کنه، از طبیعتش استفاده کنه و این عظمت حقارت رو برای انسان میاره. وقتی انسان وای میسته جلوی این نوار راه شیری و اون عظمت رو اگر درک کنه، واقعا غالب تویی میکنه. یکی از بزرگترین ستاره‌های آسمون شب، 15مین ستاره پرنور کره زمین، دقیقاً پشت سر من قرار گرفته در افق‌های پایین به نام قلب العقرب، پرنورترین ستاره صورت فلکی عقرب. 700 برابر نورش بیشتر از نور خورشیده. یک ابرقول سرخی که سالهای آخر عمرش رو داره طی میکنه به رنگ قرمز، ولی دیگه دیده نمیشه. هرچی من چشم انداختم دیگه نتونستم ببینم، در صورتی که راحت از بیرون شهر تشخیص داده میشه و راحت پیدا میشه. چه اتفاقی افتاده؟ چرا حدود 15 سال پیش از همینجا راحت کهکشان راه شیری رو ما میتونستیم ببینیم.
تاریکی آسمون رو با این دستگاه اندازی میگیریم. کیفیت سنج آسمون. عددی که به ما میده بر پایه قدر بر مجذور ثانیه است. قدر برای روشنایی ستاره استفاده میشه. هرچی قدر ستاره بالاتر باشه ستاره کم نورتره. در نتیجه آسمونمون پرستاره تره. پس هرچی این عدد بالاتر باشه ما این آسمون پرستاره ای داریم. عددی که به من میده اینجا در حد 6/2 هستش. برای آسمونی که به فاصله 70 کیلومتری از تهران داره آسمون خوبی هستش. ما الان تو دیر گچین هستیم، بزرگترین کاروانسرای ایران. اینجا آسمونش انقدر پرستاره است که راحت کهکشان راه شیری رو میتونیم ببینیم. رفته رفته داریم به نیمه های شب نزدیک میشیم. ساعت 11:30 شب در یکی از میادین اصلی شهر تهران. همونطور که میبینید خیلی فرقی با اوایل شب نداره. فکر میکنید مهمترین علت این رویداد چی باشه؟ به نظر میرسه نور مهمترین علت باشه. همین الان تمام این چراغ‌های این میدون خاموش بشه، سکوتی حکم فرما میشه و رفته رفته خیابون‌ها خلوت میشه. مردم میرن برای استراحت. درستش هم به نظر همینه. در دین ما هم توصیه شده که از ساعت اولیه روز بهترین استفاده رو بکنیم، چون انرژی بیشتری هم برای ما داره. فرصت شب فرصت خوبی برای اندیشه کردن، برای فکر کردن، برای تعمق، تدبر. شاید طول روز ماها خیلی درگیری‌ها داشته باشیم و خب روز هم یعنی همین دیگه، روز فعالیته. از کسایی که می‌بینیم سلام علیکی می‌کنیم، فعالیتی که داریم، اتفاقاتی که در طول روز، اون هیجاناتی که معمولاً ماها رو احاطه می‌کنه، شاید فرصت فکر کردن ازمون میگیره. بیشتر در روز باید فعالیت کنیم. تعبیر قرآن هم همینا، یعنی در روز رو وابتغوا من فضل الله، باید جستجو کرد. جستجو خب یک فعالیت درش نهفته است، تلاش، کوشش، حرکت. اما به شب که میرسه میگه شب برای سکونته، یعنی آدم آروم میشه و فرصت‌های فکری و رشد فکری تو این آرامش است. خب همه ما این تجربه رو داریم که در حال دویدن نمیتونیم خوب فکر کنیم، چون سهم عمده از ضربان قلب و خون رسانی، اکسیژن رسانی، اینها صرف عضلات ما میشه. اما وقتی که میخوایم مثلا فکر بکنیم، آقا بگی بشین یه دقیقه فکر کن، بگی بشین استراحت کن، یعنی یه سکونی داشته باش. و انگار شب بهترین فرصت برای سکون، برای آرامش، برای فکر کردن، برای عبادت کردن. برای منی که به ستاره ها علاقه دارم، چشمک زدن این چراغ ها یه ذره برای من در تضاده. ستاره هم چشمک میزنن، چراغ های شهر هم دارن چشمک میزنن. نمیدونم این تصویر برای چند نفر زیبا هست، برای چند نفر زشته. بوده زمانایی که خودم هم دلم گرفته میام بالای شهر تهران و از این بالا شهر نگاه میکنم، فکر میکنم چقدر مردم دارن زندگی میکنن، چیکار میکنن تو دل این نورها. یک منظره ای از شب شهرمون هستش که خیلی از شهروندا ازش استفاده میکنن، از حاشیه شهرها، از ارتفاعات شهرها، نزدیک کوهها. ولی چقدر میشه اینو قیاس کرد با طبیعتی که ما در کویر دیدیم، کهکشان راه شیری که بالای سرمون بود،
70-80 کیلومتر از همینجا رو به جنوب بریم همون منظره رو داشتیم. همین ستارهایی که دیشب شب‌های قبل ما دیدیم همین الان هم بالای سرمون هستن، ولی چرا اینجا هیچ چیزی دیده نمیشه؟ خب نور خیلی فواید زیادی داره، ولی در موقعی که این نور بجا و به موقع باشه. ما الان در کشورمون متاسفانه تو بعضی از نقاط برای فقط زیبایی بصری انسان اومدن یه سری از درخت‌ها رو در بعضی از شهرها که الان پشت سر من میبینید، اینا یه لامپ‌های بسیار قوی LED با رنگ‌های خیلی درخشان نورپردازی میکنن که ظاهرش زیباییه، ولی در باطن چیزی که داره اینه که این باعث میشه تمام فرایندهای درونی یه درخت، یه گیاه، این دچار اختلال بشه و بعد از مدتی این درختان چون فرق شب و روز رو دیگه نمیفهمن و معمولا نورایی که زیر اینا روشنه، نوراییه که گیاه به این نورا حساسه، بنابراین میتونه یک تغییرات بسیار عجیب غریبی توی گیاه بده. در بناهای ایرانی نور طبیعی بسیار خوب فکر شده، مثلا بناهای قدیمی بود. براتون یکی دو تا مثال میارم. ما در بازار نور داریم، نوری که یک حلقه از بالا میاد میتابه، ولی وقتی در مساجد قدیمی ما میره نور لطیفتر میشه، برای اینکه یک فرمای اسلیمی روی پنجره در بالا کار شده و نور خیلی لطیفتر و ظریفتر داخل فضا میشه. در خونه‌های قدیمی نور رنگی میشد، پشت اون 5 دری و 3 دری با نور میآمد، با رنگ میآمد. بنابراین ایرانی‌ها، معماران ایرانی که فقط معمار نبودن به عنوان معمار امروزی، هم جامعه شناس بودن، هم برق میدونستن، هم سازه رو میدونستن، هم مردموار بودن، از نور خیلی خوب استفاده میکردن. طراحان نور و معماری را با هم دیدن، حتی روز و شب میدونستن خورشید از کجا میتابه، کجا غروب میکنه، در فصول مختلف، در نقاط مختلف ایران، و نسبت به تابش میامدن طراحی میکردن. ولی در معماری معاصر و معماری مدرن، زمانی که دیگه نور مصنوعی هم به وجود اومد، یعنی چراغ، روشنایی، خب خطاهای زیادی انجام شد. نه فقط در ایران و نه فقط در شهرهای بزرگ، در بقیه شهرها بوده و اون طرف دنیا هم وجود داره. یعنی در رشته‌های مختلف زیادی از نور استفاده کردن، بیش از حد. متوجه نشدن که این نور میتونه جنبه هویتی و فرهنگی داشته باشه. رنگ‌های مختلف استفاده کردن، تأثیر نور رو انسان متوجه نشدن و به همین دلیل در شهرهای بزرگی که تقریباً 24 ساعت است، شما ساعت 2 بعد از شب میدان ونک، میدان انقلاب برید ببینید که فعالیت، زندگی وجود داره در پایتخت. بنابراین میتونه این نور پیام بد
یا پیام خوب یا پیام هیجان یا پیام افسردگی بده، با اون رنگش، با نوعش، با مقدارش. بنابراین مقدار آلودگی نور بسیار زیاد شده. خب چه جدولی داریم که انجمن مهندسین روشنایی آمریکای شمالی IESNA اینو تدوین کردن. ما اگه یک پیاده رو هم اینجا رو در نظر بگیریم که در منطقه مسکونی هستش، 2 لوکس نور رو برای ما داره توصیه میکنه که داشته باشیم. سراغ یه جدول دیگه میریم. استاندار روشنایی معابر ایران هست، مصوب وزارت نیرو هستش. میگه که در راه‌های محلی که در مناطق مسکونی هستش، حالا با آسفالت معمولی، آسفالت ریزدانه، در قدر لوکس 3 لوکس تا 4 لوکس رو داره توصیه میکنه که باید باشه. خب این چند برابر میزانیه که اینجا ما لازم داریم؟ بعد این میزان آیا امنیت برای ما میاره؟ نمیاره؟ و جاهای خب تاریکی هستش که این ارتفاع این پروژکتور 9 متره، رفته بالای تاج درخت‌ها و این ممکنه و قطعاً جایی که زنون منم دارم میبینم سایه انداخته و جا رو میبینید یه ذره، یعنی من الان چند متر؟ 1 2 3 4 5 حدود 5-6 متر که دور بشم، بذار ببینیم اینجا چند لوکس به ما میده. به سختی به من 1 لوکس داره میده. یه مقدار اونورتر من گره های تاریکی وجود داره که خیلی میتونه جرمخیز باشه، چون از یک همچین روشنایی واقعا وارد یک تاریکی میشی. من همین الان هم در اون سمت واقعا نیمکتی رو میبینم که معلوم نیست کسی روش نشسته یا نشسته، خیلی تاریک هستش. خب خطرناکه. چقدر من باید چشمم عادت کنه از یک 16 لوکس وارد یک فضایی بشم که به زور حالا 1 لوکس هم به من نمیده. ما باید درست نور پردازی کنیم، مهندسی رو نور پردازی کنیم و نور به صورت یک نواخت پخش بشه. یعنی هنر یک مهندس روشنایی در این هستش که بتونه پروژکتورهای، چراغ‌های کار بذاره که به صورت یک نواخت معبر رو در تمام پارک حالا یا پیاده رو به میزان یک نواختی روشن بکنه. سهم عمده‌ای از برنامه‌های رصد آسمان ما تو شبه و منصفانه بگم که این نوری که می‌بینید خیلی مطلوب ما نیست برای شب رفتن، برای رصد کردن، چرا؟ چون این نور آلودگی نوری داره. جالبه، نور که مظهر روشنایی، ما تحت عنوان آلودگی نوری ازش استفاده می‌کنیم. چرا؟ چون نمیذاره خوب آسمان رو ببینیم. البته NGO هم الان شکل گرفته مبنی بر این که اینا میگن خب لزوما قرار نیست این چراغ‌هایی که هست یا چراغایی که معابر رو داره روشن میکنه حتما نورشو بده به آسمون. آسمون چیکار میخواد بکنه؟ نهایتش سرپوشی براش بذارید زمین رو روشن بکنه. اگر هم شما بحث امنیت و در حقیقت این که میخواید اون معبر روشن باشه، دیگه لزومی نداره آسمون رو خراب بکنید. الان دارن حرکت‌های تو این زمینه صورت میگیره. خود ایران ما هم دوستانی دارن پیگیری این کار رو میکنن. اما میگم من از منظر ذوقی خودم دارم نگاه میکنم. حقیقتش دوست ندارم این شب رو از دست بدم و هر چیزی که این شب رو از من بگیره یا فاصله بین ما ایجاد بکنه، حس میکنم که بین ما و اون فرصت اندیشیدن یه فاصله داره ایجاد میکنه.
عجیبه، چرا باید اون همه رنگ و زیبایی روز توی دل شب پنهون بشه؟ شاید خدا رنگی بودن روز رو توی شب قرار داده تا ما اون رو نبینیم. رنگ‌ها زنده‌اند، اما این نوره که زنده بودنشون رو نشون میده. نورهایی که فکر میکنیم قرار روح ما انسانها رو زنده کنه، در واقع دلیلی هست برای یک کشتار جمعی. دلیلی برای هزاران مرگ رنگی. ببینید این لامپ‌هایی که الان روشنه، لامپ‌های بسیار قوی هست. از زیر تابونده میشه و تمام گیاه رو نورانی میکنه. فتوسنتز دو بخش داره، یکیش بخش تاریکیه که احتیاج به شب داره، این پدیده تو شب اتفاق میفته. بسیاری از فرآیندهای درونی توسط برگی که داره به گیاه داده میشه. اگر این نورپردازی ادامه پیدا کنه، بعد از 2-3 سال این گیاها به تدریج ضعیف میشن و بعد کل این درختها خشک میشن. چرا الان تو تهران ما غیر از کلاغ و یاکریم پرنده دیگه نمیبینیم؟ چرا گنجشک‌ها از تهران رفتن؟ چرا ما بسیاری از فرایندهایی که ما تو شب ایجاد میکنیم، نورای بیجایی که ایجاد میشه، اصلا باعث میشه فرایندهای بیولوژیک پرنده ها به هم بریزه و بعد ما یه دفعه میبینیم که اینا مهاجرت کردن، اینا از تو تهران وجود ندارن. بعد یه روز مگس سفید میشه معضل ما، یه روز خشک شدن چنارای خیابون ولیعصر تهران میشه مشکل ما. خب ما الان توی یه اتاق خوابی هستیم که نور از بیرون داره آزار میده کسی که حالا اگر اینجا به خواب داره میره. بعضیا خیلی به این نورها حساسن، بعضی هم نه، چراغ هم روشن باشه به راحتی به خواب میرن. خب این حساسیت برای چی هستش؟ آیا در آدم‌های مختلف فرق میکنه یا نه؟ مهم این هستش که آیا به خواب بریم یا نه. کیفیت خواب هم و عمق خواب هم برای ما مهمه. تحقیقات نشون داده که روشن بودن اتاق خواب خیلی اثرات بدی رو آدم میذاره، به خاطر اینکه کمترین نور مصنوعی باعث میشه که یک هورمونی که توسط غده پینال مغز ترشح میشه دچار اختلال بشه. هورمون ملاتونین. هورمون ملاتونین تنظیم کننده چرخه بیولوژیک بدنه. چرخه‌های خواب و بیداری، گشنگی، دوره‌های قاعدگی در خانم‌ها، اینا همه معطوف فعالیت این هورمون هستش. به طور مثال روی موش‌ها آزمایش شده لامپ نور سفید LED سفید 13 دقیقه 50% ترشح ملاتونین رو متوقف میکنه. جالبه که نور شمع 66 دقیقه طول میکشه 50% این ملاتونین رو متوقف کنه و از همه اینها دیرتر نور تکرنگ قرمز هست. باورتون شاید نشه 403 ساعت. یعنی هرچی ما در محیط خوابمون به سمت نورهای قرمز بریم یا اگر مجبور باشیم، اگر کودکی در اتاق هستش حالا از تاریکی میترسه، ولی اگر تمام اتاق خاموش باشه، تاریکی مطلق، شما به خواب عمیق‌تری میرید، باعث میشه که ملاتونینتون متوقف بشه و ترشح این هورمون در ساعت نزدیک به صبح 2 تا 4 صبح به بیشترین حد خودش میرسه. این هورمون فقط هم در شب ترشح میشه، 10 برابر میزانه که در روز ترشح میشه، در شب فقط ترشح میشه. حالا شما از کجا بدونید که آلودگی نوری در اتاقتون دارید؟ چون دستگاه لوکس متر هم که خب در هر خونه‌ای پیدا نمیشه. خیلی راحت هستش. تمام چراغ‌های خونه رو خاموش کنید. اگر چراغ خوابی هست خاموش کنید. اگر LED تلویزیون یا هر چیز دیگه‌ای هستش همه رو خاموش کنید. بذارید 5 دقیقه بگذره. پرده ها رو بکشید. چشمتون وقتی به تاریکی عادت کرد دستتون رو باز کنید با آرنج باز. نگاه کنید اگر انگشتاتون رو دیدید در اتاق خوابتون آلودگی نوری دارید. امروز شهرهای بزرگ کشورمون از این حدم گذشته. در خیلی از اتاق خواب‌های مرکز شهرها ما حتی رنگ هم میتونیم تشخیص بدیم، چه برسه به انگشتای دستتون. و این باعث میشه که وقتی از خواب پا میشید احساس کنید خوب نخوابیدید.
احساس کنید ذهنتون هنوز خسته است و بدنتون کشش نداره. احتیاج دارید طول مدت بیشتری رو بخوابید. بیایید شب و با روز عوض نکنیم. حتی اونایی که خیلی وقت پیش شب و با روز عوض کردن الان متوجه شدن که اشتباه. حالا یه وقت مراسمه، یه وقت یه فرض بکنید موقعیت هایی که یه شب، 2 شب، 3 شبه، ولی چه لزومی داره که در تمام مدت سال، مخصوصا این لامپ های LED که اومده کم مصرف ظاهرا و ارزونه، هر مغازه‌ای، هر آژانسی اومده برای خودش یه چنین چیزی رو درست کرده و محیط زیست ما رو آلوده کرده. ما یه حق شهروندی داریم. اصلا حق شهروندی که ما داریم اون پرندم داره، اونم آرامش میخواد، ما میخوایم. چه لزومی داره که من جز حقوق شهروندیمه که از یک شب آرام برخوردار باشم، شبی که نور اگر لازمه در روز، اگر شب لازمه تو موقع خودش و بجا، نه هر جا. ساعت آخر شب هست و همچنان این چراغ ها روشن هستن. خیابون ها داره خلوت‌تر میشه، مردم به خونه هاشون رفتن و آماده استراحتن، ولی از شدت روشنایی کم نشده. کاش روزی برسه که تمام کارهامون رو عقلانیت انجام بشه. نورپردازی و تامین روشنایی شهر هم همینطور. اون قدری که لازم داریم و اونجایی که لازم داریم، که وقتی در خیابون‌ها قدم میزنیم با یک تصویر خوب روبرو بشیم. ان شاءالله یه روزی برسه که شب که شد هم انسان‌ها به استراحت و به خواب برن، هم پرندگان و هم درختان.